آفتین آبجوهای منو نخور آفتین نخور آبجوهامونو حاجی من گوگیجه گرفتم آقا دستشوی نوبتی ها برو ببنده رو آقا سلام علیکم ما اومدیم خوبی؟ چطوری؟ نوکرم داداش چاکریم چه خبر؟ سلام آبتین چطوری؟ آقا امین گل سلام علیکم آفتین آبجوهای منو نخور آفتین نخور آبجوهامونو نخور الان همه شو میخورم سلام امین تو بازی؟ میخوایم موتور بزنیم آیتمان جمع کنیم توپتونو پاره میکنم اینجا بازی حاجی جونم کم شد بچه ها ببینیم چی داریم حاجی این دارته؟ نه اینو بگیر آره اونو بگیر بذار من چند دارت بزنم آماده باش دندقت میرم وایسا 1 2 3 آخ من چه کارم یکی دیگه سوراخش خراب شد آجی بذار ببینم به چیز میخوره الان آیتما رو جمع کنیم خب حاجی این جمع کردنی منو جمع کردم اومدی بریم آره بسم الله الرحمن الرحیم میریم که اورست رو فتح کنیم آقا نقشه رو ببین کجا باید بریم ما برو مستقیم برو من بهت میگم برو مستقیم راست فقط اونجا خرس میاد حاجی اینجا چرا کجه بچه وایسا همینجا وایسادم خب من بهت فرمون میدم خب منو میبینی خب وایسا خب آروم ببین بیا حاجی صدات از دو جا میاد ابول میشه درست کنی از بازی ببند مایکتو داداش برو میشه بری کنار تو منی این کیه داداش تو منی چرا همه چی کج شده من دانندم بچه به نظر من یا خدا وایسا نرو کوه خورش کرد بچه ها من چرا کجم کج باید نگاه کنم بازیو حاجی من گوگیجه گرفتم امین داره چیکار میکنه دقیقا مطالعات اجتماعی درس 5 چه ربطی داره ولش کن ابوالو بی خیار ابوال خودت بیا بریم دنده دو داداش برو بریم وای من شکستم اومدی ابو آره استخونه هم شکست آره دارم میام کجایی نزدیکی آره پشت ماشینم از آینه بغل نمیبینم داداش داداش برو اومدی نرو دارم میام بابا پرواز میکنی ترمز برو بابا دنده بدم بابا دنده بدم پر رو آروم اوجلا آروم بابا راننده فقط خودم تا 1 نه من آبجو نگاه همین کلن روشو گرفته اون ور با همه غره حیف آبجو نگاه حیفه
نیمی صرفه گیرانه غلطی داری میکنی ماشین هم اول نمیکنی یا حیوان کجا بری؟ ما از کجا حاجی بریم؟ راه میری حاجی دود سیگارت مثل خط نخ داره مپ جا میمونه آخه فلش This is the flash This is the Elon Musk ما رو ببین افعیم Technology. مش تکنولوژیا تکنولوژی حاجی میتونم با همین آپتین همینو میتونم بکنم تو کونت نزن برو کنم ماره یه غاره ماره غاره غاره برادرم عزیز خب رانندمون اومد. بردار این پتیو بگیر افتاد. حمزه نرو بیا حمزه نرو بیا سمیه وایسا بیا بیا بغلت کنم آفرین برم کن خب آفرین آماده این بریم بیادیش یا ابوالفضل آقا ابوالفضل عجب ماشین خرسی اون سالون اصلا مهم نیستین شما من میرم جلوتر بابا خرسلمه چونمو پای سرمونه خب ماشالله من ماشین رو نجات دادم شما مهم نیستین خب ماشین رو پاک کنم پاک شد گشادیم به کارم اومده بالاخره. کسافت گوشاد دیگه از همه جا دیگه کسافت بچه ماشین سالن درشه بردم اوه اینجا خیلی خار ساده داره. من. سیاه خواست طرف فرا خارا میره تو. خرس اوه خار رفت تو چیز کمی منو بگی خورده من خیلی برو میگرم شما خودتون آره چقدر فداکار آره. حسین فهمیده آره دراکن فهمیده جان یکی منو پر کنه تو ماشین بیاد بیا نزدیک بگیرمت آها مرسی آها خب آقا ماشین بیا درست کنیم بچه ها سریع خیلی خیلی من هیچی ندارم. آقا بذاریم بره این لاشی حرومزاده خب داره میره ولش کن آجی من مردم منو بگید نخور به این خارا نخور میره تو کونت میمیری یا من مردم خب من اینو I'm بستم murdered. من مردم یکی من کجا مردی؟ آه. کجایی؟ اینجا ببین برو جلو داشت نگو پایینی نه پایین نیستم کجایی خب؟ داخل جنگلم پیداش داخل کردم دیدم جنگل مثلا روی بهت میدم آمپول کم تو کونه پاش آقا ماشین رو بیارین جلوتر آی ماشین حاجی خار خوردم مردم خار تخمی خوردم کمک خب آقا کمک تو من بذار مردی؟ تو ماشین کم کم سالم میشه. آقا بذارید کجا میبریم الان؟ ماشین رو بیار جلوتر میشه ماشین رو بیار جلوتر آقا از تو پرد کردم پای دهن همه تو بکنید بیا رو ریوارد کنید بیا
حاجی ول کنید من خودم نجاتش میدم. داداش با چی منو داری نجات میدی؟ وایسا دارم با جکس ماشین من یه دونه نیش مارم تو کونمه. یا خدا. وای وای امیر واسه همین کونت داره دود میکنه. نه اون دهنمه. سیگار تو دهنشه. مالا آتیشی بودا. خب حمزه بیا. آقا میمیری دیگه نمیخواد بیا میکشمت. اگه هواپیما مگه خب بیا بشین. الان زیرش میگیرم میگه ای وای منو کشتی بیا دیگه. بیا آقا من میخوام برم دنده دو. خداحافظ. دنده دو پرگاز، دنده سه پرواز. کن بزن اینو بزنم بعد نمیکشه دنده سه نمیکشه. حالا همینجا وایس. وایسا همینجا. خب پارکو بزنم. کمک حمزه منو بذار بالا سب. کالباس برگر رو دوباره. خب چست رو بیارم. چیزه وینچ نه. چست گفت اینقدر گفتم چست نمیتونم وینچ برشون گردم بخورمشون اصلا. آی مسموم شدم. آفرین وصل کن تنهی. بچه به دوباره اونو بیار. برگراش خراب بود. خوردم مسموم شدم. به نظر ریوایو کردنش بیفایده است. بشین پشت فرمون. بشین پشت فرمون. ریف کنید. بیفایده ترین آدم این بازی آبتین. آقا خب الان نه دیگه بلد نیستم. برو بشین پشت فرمون. آفرین برو بشین پشت فرمون. خب آجی کنترل رو از اون بالا میگیری؟ خب بچه ها این کالباس از این همبرا نخورید میمیرید ها. سمیه من کسخور گفتن دیگه. برو ماشین رو بکش. آقا من دارم میکشم کدوم وش دندقب دارم میکشم. نه درسته این هم درسته. خب بگیر اون یکی رو داری میکشه اشتباه. کیو بزن. چی؟ کیو بزن تی. آره حالا بکش برعکسش دوباره اون ولی درست. بابا این الان دورش نمیرسه داره میگوزه. آقا نمیتونی یک بار آدم باشی مثل آدم از اینجا بیای از اینجا مثلا. آفرین. یکم دیگه گاز بر. جلو دوربین جلو ماشین نمیبینم. دارم گاز میدم ولی گاز بده. آخرش رسیدیم. خدای شکرت. ولش کن ماشینو ولش کن اون چیزشو ولش کن. ول کن. پی بزن ماشین. حاجی وصل کن یکی دیگه ببر اون بالا وصل کن. خدای شکرت. اصلا بیشتر شبیه انه تا مار. خیلی شباهت خواست به ان. خدای شکرت. بریم داخل گاراژ. آقا ویدیو تا همینجا بسه. لایک و کامنت ویدیو یادتون نره دوستان.
اگه دوست داشتین پارت دوشم هر چیز سریعتر زودتر براتون بذارم، لایک ویدیو یادتون نره.